خب سلام خدمت همه شما عزیزانی که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید. با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که دیروز یه ویدیو رو آپلود کردم داخل کانال که پیشنمایشی بود از همین آموزشی که امروز میخوام خدمت شما عزیزان توضیح بدم. آموزش یک ابزاری بود که داخل متاتریدر هستش، داخل هم متاتریدر 4 و هم متاتریدر 5 و ما با این ابزار به راحتی میتونیم نواحی مهم و پرقدرتی رو روی چارت مشخص کنیم. این ابزار اسمش گن هستش، گنگریت هستش که داخل ابزارها شما میتونید اون رو پیدا کنید. زمانی که این ابزار رو ما انتخاب میکنیم گنگریت رو و از آخرین نقطه یک سقف شروع به رسم کردنش میکنیم تا اولین نقطه از سقف بعدی و توی روند صعودی هم باز به همین صورت از آخرین نقطه کف به اولین نقطه کف بعدی رسمش میکنیم. فقط نکته مهمی که داره دوستان ببینید، این اگر روند ما نزولی باشه ما تنظیمات این رو میریم به این صورت در پارامترها میریم و میگذاریم روی داون ترند یعنی نزولی و اوکی میکنیم برای روندهای نزولی. اما اگر روند ما صعودی باشه بایستی این تیک رو از این قسمتی که برای روند نزولی زدیم بایستی برداریم. این باید برای روند نزولی تیک خورده باشه، فقط همین. و موضوع دیگه ای هم که روی تنظیمات این گنگریت ما انجام میدیم اینه که دوستان روی همین تنظیمات میریم تایم 15 دقیقه یورو یو اس دی و ما این عددش رو باید روی 10 بگذاریم. بیشترین واکنش ها و بهترین عمل کرد روی همین عدد هست برای یورو به دلار آمریکا. بله عزیزان، به این صورت تنظیماتی که نیاز داریم رو انجام میدیم و زمانی که این ابزار رو روی چارت میندازیم میایم و تقاطع ها رو با خط به این صورت به هم دیگه متصل میکنیم. این تقاطع ها برای ما حائز اهمیت هستند عزیزان و اینجا هم باز تقاطع داریم، اینجا هم تقاطع داریم و تا جایی که حالا بتونیم با همینا توضیح میدیم و شما خودتون بایستی برید این رو تمرین کنید، روی چارت این ابزار رو بندازید و نواحی مهمش رو به این صورت علامت بزنید. بعد ببینید قیمت چه واکنشی در اون ناحیه ها داشته. دوستان بعد از این کار من خودم شخصا میام و گنگریت رو دیگه پاک میکنم از روی چارت، ولی خب شما میتونید داشته باشید و خطوط روند زمانی که به این صورت به عنوان کانال یا هر چیزی میتونید ازش استفاده کنید از اون هم بهره ببرید. خب اینها بسته به شخصیت تریدری شما دارن و به هر صورت که راحت هستید میتونید از این ابزار استفاده کنید. دوستان بررسی بکنیم ببینیم قیمت توی این ناحیه ها. ببینید یورو یو اس دی تایم 15 دقیقه هستیم، یک روند نزدیک به لایو بازار رو ما گفتیم که بررسی کنیم. بله خدمت شما عرض کنم که از اینجا ببینید همین یک برخورد. ببینید دوستان این رو فقط ناحیه ها رو شما میتونید با این ابزار مشخص بکنید، بعد برید در تایم مثلا ورودش با هر ستاپی که میخواید وارد پوزیشن بشید. دوستان ببینید به فرض مثال به این زبانه رو اینجا میگذارم و میرم تایم ورود 15 دقیقه که میشه تایم 1 دقیقه. دوستان ببینید در این ناحیه
شما به راحتی میتونستید با یک خط روند ساده که در جلسه دوم گفتم به خدمت شما، با یک خط روند ساده این رو بگیرید. خیلی خب، اینجا ما یک خط روند رو رسم میکنیم. برخورد اول رفته بالا اومده و برخورد دوم رفته و در برخورد سوم شکست اتفاق میافته. دوستان من در ناحیه شکست وارد پوزیشن میشم، تیپی 1:1 رو قرار میدم. تیپی 1:1 به این صورت، ناحیه ما اینجا. بله، به این صورت دوستان، چون سقف دوم با سقف سوم تقریبا هم راستا هستن و این خودش یک کندل اینگولف هستش، ما استاپ رو حتما بالای این ناحیه باید قرار بدیم. شما اینجا میتونید این رو به این صورت مثلا اسل رو اینجا قرار بدید و در اینجا این شادو تیپی شما رو بده، ولی ارزش چندانی برای معامله نداره. وقتی که ما محدوده ما رو این ابزار مشخص میکنه و این محدوده برای ما مشخصه، ما دیگه اینجا پوزیشن نمیگیریم به استاپ اینجا که بیاد محدوده رو تاچ کنه، به این صورت استاپ رو هم بزنه. همونطور که گفتم ویدیوهای قبلی رو به دقت مطالعه کنید، مرور کنید، بررسی کنید، بک تست ازشون بگیرید روی چارت و خودتون تمرین کنید، به این خاطر که توی همچین مواقعی شما مجموع دانسته هاتون به دردتون میخوره. وقتی من میبینم که این سقف منه و این ناحیه مهمیه برای من، دیگه من احتمال این رو میدم که قیمت بخواد مجدد اینجا رو تاچ بکنه، یا برای شکستش و ادامه روندش به سمت بالا، و یا اینجا رو میزنه و ریزش رو خواهیم داشت. من وقتی میخوام روی این ناحیه وارد پوزیشن سیل بشم، استاپم بایستی پشت ناحیه باشه. خیلی خوب، به این صورت خط روند رو ترسیم میکنیم. برخورد سوم شکست، ناحیه شکست، وارد پوزیشن شدم، استاپ پشت این محدوده میره بالای سقف دوم و تیپی 1:1 رو از این انتظار دارم. اینجا به من تیپی 1:1 رو میده دوستان. ببینید در این ناحیه بیشتر تا تیپی 3 رو هم داده که میتونید ریسک فری کنید و پوزیشن رو پیگیر باشید دوستان. این یک مورد، مثلا این تایم ورود 15 دقیقه بود که برای شما مثال زدم. شما به هر روشی که خودتون دارید کار میکنید میتونید از این ناحیه ها بهره ببرید دوستان. ببینید اینجا باز دوباره برخوردی که داشتیم، اینجا برخوردی که داشته و صعود. ببینیم چند پیپ هم اینجا تایم 15 دقیقه یورو برای ما، ببینید 13 پیپ هم اینجا برخورد و صعودی بوده قیمت. به این صورت اینجا باز دوباره برخورد داشتیم، ریزش رو داشتیم. ببینیم به چه صورت، 11 پیپ و مجددا برخورد. اینجا هم که خب شما تایم ورودش اگر برید، ببینید این زبانه رو من میکشم دوباره اینجا که گمش نکنم و به این صورت. دوستان دو تا نکته هست که ببینید، شاید بعضی از دوستان این رو ندونن، خدمت شما عرض کنم که این زبانه همیشه در این قسمت از چارت اینجا به صورت پیش‌فرض قرار داره. شما وقتی مثلا تایم 4 ساعته 15 دقیقه یا هر کدوم از این تایم ها دارید روی چارت کار میکنید، وقتی تایم فریم رو عوض کنید چارت رو گم میکنید، ناحیه‌ای که مد نظرتونه گم میکنید. این برای همین خاطر گذاشتن دوستان. اینو میارید اون ناحیه‌ای که شما میخواید بررسی کنید و بعد تایم مورد نظر رو انتخاب میکنید. باز در همون تایم فریم که انتخاب کردید، ناحیه‌ای که این زبانه رو اون قسمت قرار دادین همون ناحیه رو برای شما میاره. این یک مورد بود. مورد دیگه ببینید چارت متا تریدر به این صورت که میبینید آزاد داره حرکت میکنه، شبیه به تریدینگ ویو. این رو شما یک راست کلیک میکنید روی چارت، گزینه پروپرتیز رو میزنید و اینجا
این قسمت رو تیک میزنید، این گزینه رو بایستی تیک بزنید، اوکی کنید که چارت شما حرکت داشته باشه. ببینید الان از حرکت رفت. خب یکم شاید ارور بده فلان کنه، یکی دو بار این کار انجام بدید کار میکنه. ببینید به این صورت. خیلی خب این ناحیه بود که قرار من وارد پوزیشن بشم، چون ابزار گفته که این محدوده مهمیه و میبینیم که واقعا مهمه، عمل میکنه. ببینید من میام و یک خط روند ساده، یعنی توی جلسه دوم این رو من توضیح دادم، یک خط روند خیلی ساده، برخورد اول، برخورد دوم و در برخورد سوم یک کندل خوب شکست رو برای ما به وجود آورده. من همین رو وارد پوزیشن میشم. در کدوم ناحیه؟ در همین جا که با شادوی کندل بعد اومده و پوزیشن رو فعال کرده. TP مونم 1:1 بود. دوستان همیشه 1:1 رو از این ناحیه حساب کنید توی این استراتژی، از این ناحیه‌ای که ابزار به ما میده. ولی خب ببینید استاپ رو کمی بالاتر هم گذاشتیم، TP1 رو داده، ولی شما وارد ریسک نشید. 1:1 رو از این ناحیه حساب کنید، SL رو 2 تا اسپرد بالاتر از ناحیه مورد نظر قرار بدید و این TP 1:1 رو به ما به راحتی میده. باز دوباره تو برخورد بعدی اگر همین استراتژی جواب بده وارد پوزیشن میشم تا هر چقدر که همین استراتژی رو ببینم روی این نواحی من وارد معامله خواهم شد. 1، 2 و 3 برخورد. سومی میشه گفت شکسته، چون این ناحیه هم هست میتونم از این حرکت رو به بالا با کندل خوب چشم پوشی کنم و این رو ناحیه سوم حساب کنم در مجموع. بگم در اینجا شکست صورت گرفته و وارد پوزیشن بشم. اینجا اگر ناحیه شکست باشه برای من، SL من میره پشت محدوده و TP1 رو هم در همین ناحیه با 6 تا کندل 5 تا کندل به ما میده. دوستان این خیلی خوب عمل میکنه، حتما اینو بک تست بگیرید، بررسی کنید. ابزار هم که کاری نداشت رسم کردنش، گنگریده که به این صورت از روی کاستوم میرید و اینجا گنگرید رو پیدا میکنید، این روش کلیک میکنید، اینسرت رو میزنید که بیاد این سمتی که ابزارهای ما در این ناحیه هستن و بعد اوکی میکنید و میایید اینجا گنگرید رو انتخاب میکنید از آخرین نقطه یک سقف، تایم 15 دقیقه البته باشه. برای یورو این عدد 10 هم که گفتم برای یورو کار میکنه، فقط برای این جفت درس روی تایم 15 دقیقه از آخرین نقطه یک کف یا سقف تا ابتدایی ترین نقطه سقف یا کف بعدی رو این ابزار رو میندازیم و بعد تقاطع ها رو با این خطوط به هم دیگه متصل میکنیم تا ناحیه های مهم به این صورت به ما بده. دوستان ببینید همینجا باز شما تایم 1 دقیقه اگر برید ببینیم آیا برای ما فرصت ورود به پوزیشن رو میده یا نه. به این خط برخورد کرده و من میرم با یک خط روند خیلی ساده بخوام وارد پوزیشن بشم. دوستان این ناحیه شکست، اینجا برخورد و استاپ. متاسفانه این یک مورد استاپ خوردیم، به این صورت که در ناحیه ورود اگر من وارد پوزیشن می شدم اینجا که قیمت زمانی که بهش رسیده به این صورت با این کندل به سمت استاپ حرکت میکنه و استاپ رو میزنه، ولی خب بعد از استاپ متاسفانه دوباره روند خودش رو ادامه میده که حالا شما اگر ریسک پذیر باشید میتونید بگید که در اینجا من خط روند خودم رو دارم، مجددا فرصتی برای پوزیشن گیریه 1، 2 و برخورد سوم شکست، این شادو فعال کرده و 1:1 هم بیشتر داده. خب اینجور مسائل پیش میاد توی ترید، حتما این نیست که تمام پوزیشن ها قرار که TP بخوره، ولی خب خیلی واضحه شما میتونی اینجا ببینی که آقا یک استاپ خوردم ولی دوباره توی ناحیه هستم،
یک W رو تشکیل داده و ناحیه شکست وارد پوزیشن میشید به این صورت. دوستان اینها واقعا نکاتی هستن که شما شاید کمتر جایی بتونید اینها رو مشاهده کنید. حتما ویدیو رو بارها و بارها ببینید، مرور کنید، ویدیو رو لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید افراد بیشتری از اینها استفاده کنن. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم دوستان عزیز.